صندلیاش فنر داره، بلیط فروش مشتی و شوفری بی هنر داره، بهر مسافرین خود زحمت و درد سر داره، رفتن با اتول بود باعث کوری و شری، ماشین مشتی ممدلی نبوخ داره نه صندلی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی معطلی. مسافر از بوی اتول تا میشینه کسل میشه، از متلک شنفتن و بور شدن خجل میشه، بس کی فشار میاد به اون دوچاری درد دل میشه، پاره شود لباس اگر گیر کند به صندلی، ماشین مشتی ممدلی نبوخ داره نه صندلی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی معطلی. از قفس تنگتر و کوچیک‌تر است، جای 40 مسافر گنده و چاق و لاغر است، شوفر بسکی ناشیه اتول همیشه پنچره، راه نرفته در میره لاستیک چرخ اولی، ماشین مشتی ممدلی نبوخ داره نه صندلی، ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی معطلی. دیدی حالتو گرفتم؟ میگه قرار نبود تو اینجا رو نخونی فضول باشی؟ منو میزنی؟ حرف حق تلخه نه؟ خانم مربی جانم چیه پویا جان؟ میخوام به عمو رشید یه چیزی بگم، اجازه میدی؟ پسر گلم خیلی جای خطرناکیه، بگیر بشین پیاده شدیم بعدم به عمو رشید هر چی خواستی بگو. ببین عزیزم آمو جون، مربید راست میگه، خدایی نکرده اگه من ترمز کنم تو با مغز میری تو شیشه، اون وقت خدایی نکرده شیشه میشکنه. شاید کار واجبی داره، اگه کار خرابی کرده باشه چی؟ خب اونو دیگه باید لیف صابونش بزنی، یعنی خودتو ببری کارواش. کارواش؟ میخواستم بگم ته جاده پرمه، مواظب باش عمو رشید. بیچاره داداش هستی. آقا رشید حالا داداش اسیر جا گذاشتی چی میشه؟ به خدا خانم مربی تقصیر من نبود که داداش اسیتون جامون. به من هیچ ربطی نداره، باید خودت جوابشو بدی، فهمیدی؟ خیلی خوب ببخشید، معذرت، من از شما معذرت. حالا میگم خانم مربی، حالا آقا داداشتون چجوری میاد اونجا؟ تو نگران داداش اصلی نباش. چطور؟ اون خودش راهو بلده، از بیراهه میره، از من و تو هم زودتر میرسه پیش ننه نقلی. ننه نقلی. رشید جان رشید. رشید هی رشید چی نیست عزیزم؟ رشید وای جلوتو نگاه کن، چرا اینقدر به من نگاه میکنی؟ ناسلامتی تو راننده ای؟ ندید بدیده دیگه خانم مربی. تو حرف نزن. وای این فضول است. من فضولم؟ حالا نمیپیچم، حال کن. بابا بی پیچ. نمیپیچم. جون سگ دسته. نمیپیچم. جون یاتقانه بی پیچ. نمیپیچم. بابا مها ببین میریم تو مه گم میشیم. نمیپیچم مگه عذرخواهی کنی. خیلی خب من عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام از بچه ها، معذرت میخوام از کل ایران، معذرت میخوام. بی پیچ. باز تنبیه میشدی. حالا شد، حالا صاف میبرم جلوی جنگل شادی. آخه اوتول جون چرا اینقدر من اذیت میکنی؟
چرا انقدر منو ضایع میکنی؟ اگه گم میشدیم چه خاکی به سرمون میکردیم؟ کی میومد ما رو اینجا پیدا کنه؟ جواب ننه بابای بچه ها رو چی میدادیم؟ ولی یادت باشه هتل جون، بلایی به سرت بیارم که بیشینی رو چهارچرخت و بزنی تو سر خاک تو سر خودت. و گندم گل گندم ای خدا، دنیا مال مردم ای خدا. موش رو کی میخوره؟ موش و گربه میخوره، گربه و موشه. گندم گل گندم ای خدا، دنیا مال مردم ای. ماشاءالله دختر چقدر سنگینی. پیاد شو با هم بریم بریدم. بیاین بچه، برین جلو، مواظب باشین بچه ها، مواظب باشین شخص پاتون نره تو درخت کار دستون میدین. مواظب باش، برو جلو، برو جلو دختر عقب نیفته. بله 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 اومدم. بله بفرمایید نیشکر، بفرمایید خانم مربی. ببین چه قشنگ ساز میزنه. خودم یادش دادم خانم. همینجا وایسی بچه ها سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. کجا آمدین؟ ببخشید اینجا کجا؟ اینجا جنگل شادیه. شما کجا میخواین تشریف ببرین؟ ما داریم دنبال خونه ننه نقلی میگردیم. از اتفاق درست آمدین. 7-8 تا درخت جنگلی رو که رده بکنین میرسیم به خانه ننه نقلی. والا آقا جدی اینجا جنگل شادیه؟ رشید ببخشید مگه نشنیدی آقا چی گفت؟ اسمم احمده. به میگن احمد آقا گالیور. یعنی شما قالی فروشی؟ رشید ناراحت نشو. قالی کدومه؟ گالیور. ببینین خانم مربی، قالیور به ترکی یعنی قالی بده. نه جانم، نه عمر من. اسمم احمد آقاست، احمد آقا گالیور. شما گالیور رو نمیشناسید؟ فهمیدم. شناختیش؟ نه. ای بابا. رشید ببخشید آقای گالیور، اینجا واقعا جنگلی شادیه؟ بله که جنگل شادیه. تو این جنگل غمی وجود نداره. اونا اینجا ماهی 2 کیلو یونجه ناب میخورن، اونم مجانی. شما چند کیلو میخورید؟ ببینم میتونی آبروی ما رو ببری؟ ببخشید. خلاصه بگم اینجا جنگل شادیه. والا بچه با شما؟ بله. بچه خوش آمدین. قشنگ این جنگل. افتخار همون گالیور، یه دست محکم بلند. بچه به افتخار احمد قالیور یه دست هورا بکشین. هورا هورا هورا. ببرمین بادوی جنگل بازی ببرمین. یکی بچه ها عجله نکنید، به همه میرسه. جنگلش خیلی دور و دراز و درندشته. میگم اما این درختای بلند شما نمیذاره با جنگل رو ببینید. آقای قالیور نگفتین شما چند کیلو میخورید؟ شما ناراحت نشین، میخواستم حالشه بپرسم. برید قلقلی من کارمو بزنه. تمام بلاها رو همین داداشی یه وجبی تو سر من میاره. خیلی خوب حالا. برای یه روزی اصحابشون میره. خیلی خوب برس. بده من دست دو. نه دستتو بده. دستمو نگیر، اینو بگیر. این چوبو بگیر. چوب است؟ آره چوب است، بگیر. چوب که گرفتن. وای از کمر افتادم. خوشحالش کن.
دیگه رسیدیم به خسته شدی؟ خب بچه ها خسته نباشین. خب بچه ها حالتون خوبه؟ خب به من چه؟ رشید ببخشید. از دستتون. خب بچه ها یادتونه گفتم میریم پیش کی؟ خانم مربی، جونم. ننه نقلی همونیه که توی قصه اسمشو شنیدیم؟ آره عزیز دلم، آره. بچه ها بذارین براتون یه داستانی رو تعریف کنم. من وقتی به سن و سال شما بودم یه روز با پدر مادرم اومدیم توی این جنگل گردش. از اونجایی که من بچه خیلی پر جنب و جوشی بودم، همینجوری که واسه خودم بازی میکردم یه دفعه دیدم گم شدم. تو همین جنگل؟ آره تو همین جنگل. بعد چی شد خانم مربی؟ بعدش من شروع کردم گریه کردم. آخه اینقدر گریه کردم تا آخر دیدم یه پیرزن کوچول موچولوی بامزه اومد بالای سرم. شما رو برد خونه‌شون؟ آره من رفتم خونه‌شون. بچه ها این خونه همون خونه است. عمو رشید جونم؟ شما چی گم نشدی؟ چرا؟ بذارین منم یه قصه بچه ها براتون بگم. یه روز من اومدم تو همین جنگل شادی داشتم اکتشاف میکردم. اون وقت گوش بده، من فهمیدم که ننه نقلی گم شده است. بعد داشتم دنبالش میگشتم که ننه نقلی رو پیدا کنم. یه دفعه دیدم پشت یه درخت یه شیر است. نترسون. منم قشنگ نترسیدم و رفتم جلو. رسیدم به شیر، آسینا رو زدم بالا و یه دفعه شیر رو وا کردم و دستامو شستم. رشید ببخشید. آره خلاصه براتون بقیه‌شو بگم. بعدن من ننه نقلی رو پیداش کردم و بردمش خونمون. رشید ببخشید بردمش خونشون. خب بچه ها باید مواظب باشین تو این جنگل گم نشین. آفرین. سلام عزیزم. سلام بچه های خوبم. خوش اومدین بچه ها. چی تو جنگلی همش سنگولاخه؟ دهنم در بیره که گوشه. بریم بچه های گلم، بفرمایید بالا. بریم بچه های گلم، آروم بریم بچه ها. نفس نه تاقیم نیستم. خیالان برم داشته. آقا اصلا نیافتی از سال خواهد حیفه. با این هیکل بخوریم خیلی هیکل میشه. به چه مهمونای گلی. علیک سلام به همه تو. خیلی خوش اومدین، صفا آوردین. منو یادتون میاد؟ نه والا هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. نه که نصفشو گرگ خورده بود. رشید ببخشید. عیبی نداره. ننه نقلی
من همونیم که بچه بودم گم شده بودم، شما منو پیدا کردی، یادتونه؟ انگاری یه چیزا یادم اومد. قربونتون برم ننه نقلی. حالا با این بچه ها اومدیم خدمتتون که خیلی خوشحالم که اومدیم، ولی من باید برم عروسی. عروسی؟ پس ما چی؟ رشید ببخشید، ایشالا عروسی دوتاییمون. خب حالا که دوست داری شما تشریف بیاری. ببخشید ما خودمون پشت سر شما میام. من باید با آقا خری برم، باش قرار دارم. مزاحم نیستی ننه نقلی؟ چه مزاحمتی؟ عروسی دیگه، شما تشریف بیاری. خب دوستان عزیز، حیوانات محترم، میریم سراغ دقالی امروزمون. اگر همه حاضرن میریم سراغ تابلو. فقط گوشاتون رو خوب باز کنید. 1 2 تق 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 تق. توجه، تو این همه ستاره ها که ول شدن توی هوا، زمین نصیب ما شده، زمین نگو بلا شده، یه فصل بلبجون داره، از هر طرف شر میباره، از هر طرف شر میباره، جنگ و جدل تو این زمین فراوونه. بیا ببین، نیست روزی که یه قول داری شخص بزن بهادری، از یه طرف سر نکشه خشون و لشکر نکشه، از دو طرف سر نکشه قشون و لشکر نکشه، با توپ و تانک و خمپاره، با توپ و تانک و خمپاره، یه دفعه اون آتیش پاره، شهری را ویرون میکنه، خلقی را بیجون میکنه، شهری را ویرون میکنه، خلقی را بیجون میکنه، شهری را ویرون میکنه. نگاه کنید، شهری را خلقی را بیجون نکنه. آقا خر نوبت شماست. این بیچشیمه، اما دیدی تا حالی خر بپا کنه این همه شر یادم میاد فرنگیه یه یانکی مفنگیه، یه بمبی روی هوا انداخت روی هیروشیما، یه چشم به هم زدنی نشد، یه ثانیه اصلا نشد، کن فیکون شد همه جا، زیر و بالا شد همه جا، یه شهری از پیر و جوون دود شد و رفتش آسمون. هرچه میدونه بمب چیه، بمب اتم چه فینتیه، این آدمه که همیشه ازش آتیش به پا میشه. آفرین، خوشم اومد، صد آفرین. حالا بقیه‌شو من براتون میخونم، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید تا ببینید چی براتون میخونم. حواسا کاملا جمع. چی کار میکنی؟ شاگرد؟ چی؟ چه مسخطری؟ نزن، تو سرش چرا میزنی؟ حالتو جالبه. این حیوونا شرن، ازم گرگ بی حیات بیشون، خیلی خبیثن. خب شروع میکنیم. بمب اتم در اون وقتا فقط بودش 1 2 تا، اما حالا دروغ نگم 300,000 تاست دست کم. دنیا پر از اتم شده، کلاف سر در گم شده. اگه دوباره جنگ بشه، زمین زخونا رنگ بشه، بشر دیگه فنا میشه، دود میشه، هوا میشه. ای خدای مهربون، ای خالق 7 آسمون، به سال ما بلا بده، یه درد بی دوا بده. این ناکسا رو خفه کن، دکونشون رو تخته کن، برن پیکارشون. خوشون اومد؟ الان یا خر چه اندازی تو پشکل ها بکن، بزن جفتن که آسان گشت حالا مشکل ها. تحویل بگیر، بیا تا پشکیل افشانیم و در جمع خرن لازیم، بشر را فرق بیشکافیم و جفتک ها در اندازیم. تو بگو حالا. اینجور چنان بکن توی طویله تا صدای تو بپیچد در میان کوچه ها و توی منزل. اگر آدم به پا خیزد که صبح ما خران ریزد، من و خرها بر او تازیم و نجلش را براندازیم. ای حبیب من، ای عزیز نخون توهینه بکن، پیر من. کجایی؟ دره نقلی، کجایی؟ آقا خره کجایی؟ آقا شکر سواره به کار رو افتاده، آبروم رفت.
بالاخره درخت ها فهمیدن من گشتنه. این جای دیگه با ننه نقلی میتونه بیشتفت. آقا خری ننه خری پیداتون میکنم. سب کن چشم رو پاک کنم. ننه آقا خری ننه آقا خری. خب بچه ها همه تون قصه ننه نقلی و کدو قلقلزه رو شنیدین ولی تا حالا که ندیدین، درسته؟ بله. خب حالا دنبال ننه نقلی میریم تا قصه ننه نقلی و کدو قلقلزه رو هم ببینیم هم بشنویم. بله، به قول قدیمی ها گفتن دیدن کی بود مانند شنیدن. رشید ها شنیدن کی بود مانند دیدن. خب بچه ها آماده این؟ همه بله با هم بریم. داداش کوچیکی دارم تازه به مدرسه میره، خیلی زرنگ و باهوشه، درساشو خوب میخونه. میگم میرم به مدرسه تا از تو بیشتر بدونم، مثل پدر بزرگ بشم شعرها رو از بر بخونم، مثل پدر بزرگ بشم شعرها رو از بر بخونم. دا لا 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 لای لا لای دا لا 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 لای لا لای دا لا 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 لای لا لای دا لا 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 لای لا لای. هیلی در هین انجام وظیفه هینم کن. آرینه آقا خره حرفا میزنی آخر که آقا نمیشه. تو این زمونه همه چی میشه. آخ دلم پر ننه نقلی. خب میخواستی کمتر کاویون که تون دل ساب مردت بریزی. دلمو نمیگم که اینی یکی دلمو میگم. تو دیگه چی میگی آقا خره؟ نه غم داری نه غصه، نه دیابت داری نه فشار خون، نه زن داری نه بچه. حالا بگذری میخوام برای یه شعری بخونم تا کیفور بشی. باشی بالاخره یا کیفش میبرم یا کیف تو میزنم. بفرما. گویند مرا جزاد مادر خوبه. پستان به دهن گرفتن آمد. هانه دستم بگرفت و با به پا برد تا شیوه راه رفتن آمد. شبها برگاه باره من بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. لبخند نهاد بر لب من بر غنچه گل شکفتن آموخت. پس هستی من و هستی اوست تا هستم و هست دورمش دوست. حالا که بده آقا خره؟ دوست دارم در جواب شعرت یه شعری بخونم تا کیف کنم. از کی هست حالا آقا خره؟ از خودم ننه نقلی. پس بخون ببینم بخون. بله شاعر میفرماید گویند مرا چوزاد یک خر هین به لبم گرفتنامو شبها به کنار آخوری من کرد ارعر و ارعریدنامو هیونجه گذاشت بر دهانم تا رسم علف جویدنامو یک کند مرا به مرغزاری هی برد به من چریدنامو هر سو بدوید و ارده ها داد جفتک زدن و دویدنامو داری دیدم دیری دیدم دیری دیدم دیری دیدم خر بودنم از خریت اوست زین روی همیشه دارمش دوستی. خب حالا جون هرچی خره حال کردی ننه نقلی؟ نه جان من حال کردی؟ خب حالا محکم یا سفت بشین میخوام برات یه پرش طول با نیزه و بی نیزه برات انجام بدم. حاضری ننه نقلی؟ یا دیگه به من فشار نیار، فشار زندگی کافیه، همین تو دیگه فشار نیار. حاضری؟ خب حالا میپریم. حالا سلام علیکم ننه خانم.
سلام. خیلی خوش اومده. بفرمایید. خیلی ببخشین اینجا کجاست؟ بگین شما کجا رو میخوای؟ شاید بتونم کمکتون کنم. والا من دنبال کلبه ننه نقلی میگردم. با ننه نقلی چی کار داری؟ راست و پوسکندش اینه که من دنبال بچه هستم. رشید و خانم مربی رو میگم. من خودم ننه نقلیم. شما خیلی خوشحال شدم. ببخشید شنفتم بچه های ما اومده بودن خدمت شما. اتفاقا بچه ها رم دیدم. خانم مربی رم دیدم. آقا رشیدم دیدم. راستیت بخوای قالم گذاشتن. از دستشون خیلی کفریم. یه دستم بهشون برسه میدونم چه بلایی سرشون بیارم. من رشید میگم اون نالوتی. عصبانی نباش آقا اصیل. من دارم میگم عروسی دختر. بابا شما هم برای اینکه از این حال بیرون بیاین تشریف بیارین در خدمتین. حاضری با من بیای عروسی؟ نوکرت هم هستم. حتما میام کوچیکتم. بچه هم با آقا رشید و خانم مربی میان اونجا. چشم میام. چشم تو چشم میام. فرمایین دیگه. برو. ننه نقلی یارو قد بلنده طولوی کیه چی میدونم یه لندوره گردنیشون اسمش کی از میشناسی؟ حالا باش آشنا میشنم. حالا که اون پشت منه چجوری باش آشنا میشن؟ برو آقا خرید از سر من میخوای کلاه بذاری؟ برو حرف چیه؟ گاز حرف بده تو برو. گوش من نمیره گوشای درازی دارم تو نگرشی نخواستم گفتم میبرم. اومد و بردش هنه یه علف تازه اینجا گیر میاد آدم. این همه دار درخت بخوری درخت تو باید بخوری. آره این برگش بد نیست. حقا که بدنه خرید. که داره و شیر نیدم و یه برده. میرم دارم هول نده هول نده فشار نده من از تو دورم هول نده بلان شما کتاب آیه یا آقا خرید. یا خر خورما نه نقلی چرا همش من باید سواری بدم؟ خوب یه دفعه این آقا اسی سواری بده مگه چی میشه؟ هانه چیزی غلط میشه چیزی درست میشه. اومدی نسازی هانه ای آقا خره چه تی؟ به بنده میگن اسیر ریزه. اوه چه مخطری. آخه چرا من با تمش سواری بدم؟ نمیشن خری دیگه. آخه ننه جون این دیگه قرار روزگار کارش نمیشه بی خودی باید آقا کارهای خرید، خونه شما رو کجا تقسیم بیاد؟ کرد. بفرمایید یه آقا دفعه اصیل. من باید سواری بریم گازشو بگیم. آقا گمه گم آفرین. نزه اینجا تا جهان باشد تو باشی شاد و خندان آی خره. در طویله بینمت مست و غزلخوان آی خره. تو به دوری از تقلب ها ولیکن آدمی میفروشد جنس قلابی به دکان آی خره. آدمی چون رخت نپوشد دهد پوز لیک تو بی نیاز از فیس و باد و کفش و تنبان آی خره. نه کسی حرف چرند از تو شنیده نه دروغ نه به کس نارو زدی مانند انسان آی خره. نه به سر حب ریاست نه به دل حب مقام نه به شهرت به هر سوی شتابان آی خره. هر که نافهمت بخواند هست موجودی نفهم. آن که نادان داندد خود هست نادان آی خره. سلام علیکم. به نقلی داداش هستی؟ چطوری شما آقای احمدین؟ بفرمایین در چه حالی احمد آقا؟ یه چی بیار ما بخوریم بابا. ما هم هستیم ما. ای بروی جفت چشم شما عزیزین برای من. چه میل دارین؟ 2 چای دیشلمه نمره 1. اونم مچش. احمد آقا اگه میشه یه چیزی هم به این آقا خره ما بده بخوره. آخ گفتی آقا خره جانمه چی میل داره برای تو بیارم من؟ یه لیوان آبی اونجا یه تگرگی مثل بابات خدا پدر تو بیامرزه. یادم ننداز آقا خره منو به گذاشته میبره. آخه خدا اون پدر تو بیامرزه. واقعا چه مردی بود یادش بخیر.
چقدر بیش دادن سواری جون ما به یاد میاری؟ یادت میاد؟ خوب فکری بکن. چه حالی داشتیم قدیما، چه روزگاری داشتیم. ممنون. آب یونجر زودتر چه بیا. حالی داشتیم قدیما. مرسی. الان پرش میکنم. مرسی بکو. خارجی هستی؟ آقا عزیز جانم. باید زودتر حرکت کنیم تا به عروسی دخترم برسیم، دیر نشه. برو چشم، عجله نکن میرسی. نه نقلی جون، ولی قلیون هستی؟ نه نه قلیون واسه من اصلا خوب نیست. قلیون دیگه چیه؟ نه اصلا. باشه خب بریم. بفرمایید. ببخشید تا شما رایی بشین منم بساط من جمع میکنم و خودم به شما میریدنم. افتخار میدین احمد آقا. وظیفه از نن نقلی فدای تو من بجم. حالا برای اینکه خستگی راهو حس نکنین میخوام یه آواز خرانه مهمانتون کنم. بخون مادر، بخون ننه. تو چی دستگاهی بخونم؟ 400 دستگاه خوبه. به وقتی عروشه زهر گوش پاکر شو اگر خواهی شبی راحت بیا مانند ما خر شو. به وقتی و شیه زهر دو گوش ها کرد شو اگر خواهی شبی راحت بیا مانند ما خر شو. ای حبیب من ای عزیز من عشق روی تو شد نصیب من و خیلی بردلوی بشر از عقل می لافت مرتب خالی می بافت بیدش کن آدمیت را بیا با ما برابر شو. ای حبیب من ای عزیز من عشق روی تو شدی نصیب من ای وجروی ریدت جدوری مخدروری مخدروری دیدی رابطی دیدی شنبروری خوب بودنن نقلی اشکی توی در آبود بزنه رای لای 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 جوجه گایم چیک 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 جوجه گایم جوجه گای زیبای من از گل بهتر جوجه گایم چیک 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 جوجه گایم چیک 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 جوجه گایم چیک 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 جوجه گایم جوجه گای زیبای من از گل بهتر جوجه گایم چیک 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 جوجه گایم آب میدم و دون میدم آب میدم و دون میدم هرچی خواستن اونو میدم هرچی خواستن اونو میدم
های 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 جوجه گایم های 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 جوجه گایم چیک 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 جوجه گایم سلام. خسته نباشی. به به احمد تایلیوه گالیور جانم. ببخشید همون. شما کجا اینجا کجا؟ والا از اون دور قهوه خونه رو دیدیم، گفتیم بچه ها خستن، اگه بشه یه چایی چیزی در خدمت شما باشیم. شرمنده با خداوندشم وسط من جمع میکردم. ببخشین شما از دو جا حقوق میگیری؟ نه غیر، اینجا رو برای اهالی تدارک دیدم، میان چای میخورن، گپ میزنن. چقدر خوب. والا بچه ها خسته شده بودن، گفتیم بیایم تو این قهوه خونه یه چایی بخورن و یکم استراحت بکنن. خدا شرمنده. منم راستش گشنمه، اگه میشه یه قلیون چاق بده من بخورم. رشید ناراحت نشی، قلیون نکشی. چه مشاعره نکنید، من برم بساط من جمع بکنم، باید برم خودم آماده بونم برای عروسی دختر ننه نقلی. ببخشید شما هم دعوته؟ بله، ننه نقلی خودش رسما از من دعوت بکنید. خیلی خوب. پس اینجا قهوه خونه رو چیکار می‌کنی؟ هیچی نمیشه، نترس، به امان خدا بریم. چطور؟ بیا به امان خدا. بیا بیا. میگم مربی خانم، این بابا که رفتش. میخواین دوتا اینجا وایسیم و یه جوری اینجا رو بچرخونیم؟ من میشم رئیس، شما میشی شاگردم. بله. نه شما رئیس، من شاگرد. رشید ناراحت نشین. آقا رشید، میدونی که داداش عصیم تو عروسیه؟ نه. آره، اونم حتما میاد. میدونی باید دلشو به دست بیاری، وگرنه عروسی بی عروسی. ببخشین من کجاشو باید به دست بیارم؟ رشید ناراحت نشین. یه چیزا باید 10 بار به تو بگن، گفتم باید دلشو به دست بیاری، چرا متوجه نمیشی؟ خیلی خوب مربی خانم، شما ناراحت نشین. آخه میدونین شما که ناراحت بشین خب منم. اینجا جنگل شادیه. میگم مربی خانم شما از این جهت نگران نباشین. خب دلش که آسونه، من میرم اونجا قشنگ دل و جیگر و قلبه و همه شو میکشم بیرون. چی گفتی؟ دلشو به دست بیار. رشید ببخشید، خیلی تو با مزه ای. ایوان آقا رشید، بچه ها پوشه. بچه ها؟ برو دیر میشه، به عروسی نمیرسید، بچه ها رفتن. بریم. باشه برو اومدم. رشید اومدم. یک کاری برای من پیش اومده، الان برمیگردم. مشغول ای نده نقل پیرزن، خوب اومدی به پیش من. چند روز تاب آوردم، قوت و غذا نخوردم. به هست نهار من بشی، گوشت شکار من بشی. برو
اگه مردی از جلوی چشام گم شو. آی آقا گرگ دم دراز دندون گراز، حالا که میخواد منو بخوری بذار برم به مهمونی، بره بریون بخورم، مرغ و فسنجون بخورم تا چاق و گوشتالو بشم، پروار و چاقالو بشم. وقت میام خدمتتون با میل و رغبت منو بخورید. بی کلمه. باشه قبول. اینجا رادیو جنگل است و این صدای شیر است، صدای نر شیر پیر است. اهالی جنگل شادی به این پیام مهم توجه کنید. آقا روباه حق باز دم دراز، آقا گرگ دندون تیز گراز، آقا پلنگ ملنگ گردن فراز. طبق اخبار واصله نن نقلی و آقا خره در جنگل شادی مشاهده شده اند. وای به حالتون اگر تنها بخورید. نخورید ها و الا من میدونم و سر کله شما. اگر نشانه یافتید به خود من یا به عواملم گزارش بدید تا پیام بعدی. انگاری خودشه نن نقلی آقا خره است. بای بای. ای پیرزن سلام مهمون اومدی تو از برام. خب اومدی خدمت من، امروز توی قسمت من. میخوام یه لقمت بکنم، گوشت تو قسمت بکنم. یه قسمتش مال بچه هام، بقیه‌شم میمونه برام. میخورم و لذتشو میبرم، میخورم و دماغ سوخته میخرم. میبینی که خیلی گشنمه، هم گشنمه هم تشنمه. یالا معطلم نکن، بنده رو دو چاورم من نخور. ای آقا شیر مهربون، الهی که قربونتون. معلومه خیلی گشنه‌ای، هم گشنه‌ای هم تشنه‌ای. چه زرد شدی، لاغر و آب لمبو شدی. حالا که میخوای منو بخوری بذار برم به مهمونی، بره بریون بخورم، مرغ و فسنجون بخورم تا چاق و گوشتالو بشم، پروار و چاقالو بشم. اون وقت میام خدمت تو با میل و رغبت منو بخور. قبوله؟ بس کن ننه پیری، داری وقتمو میگیری. میخوای سرم گول بمالی؟ طی کن ما رو بی خیالی. نه والا نه بلا، برمیگردم ایشالله. نه والا نه بلا، برمیگردم ایشالله. اجازه چه که بعضیا برمیگردیم. بازم که خرم کرد از راه به درم کرد. یعنی نقلی جونم ننه چی خسته شدی؟ نه والا، ولی میخوام یه توصیه‌ای خدمتتون عرض بکنم. بفرمایین آقا خره. وقتی تو این جنگل رفت آمده داری یا حسابی مواظب خودتون باشین. باشه این حیوونا شردن، خیالت راحت، گاز میگیرن، خیلی خبیثن. باشه باره سمت میرسن. سیارم خری خستی پرم. نه نقلی. سلام آدمیزا، خوش اومدی، خوشم با. چند روزه گشنه‌ام من، گشنه و تشنه‌ام من.
خوب افتاده به دامم، شیرین بکن تو کامم. شکار من تو هستی، نهار من تو هستی. چه خوشیزونه. آهای پلنگ خال خالی، رنگ چشات گل باقالی. گرسنه ای خوب میدونم، از توی چشمات میخونم. حالا که میخوای منو بخوری، نزار برم به مهمونی. بره بریون بخورم، مرغ و فسنجون بخورم. تا چاق و گوشتالو بشم، پربار و چاقالو بشم. اون وقت میام به پیشتون، منو بکشین به نیشتون. اما یادتون بمونه همین. صدای چی بود؟ بهش نگو ننه نقلی، بهش نگو. بذار بگم گناه داره. من میگم نگو، میخوای بگی خب بگو. خب آقا پلنگه، چند تا شکارچی سیبیل از من و گوش در رفته، در به در دنبالت میگردن. بله دنبال من؟ آره واشی آخه چرا دنبال من؟ میخوای تو بگیرن تا دیر نشده فرار کن. آره بزن به فرار کنم. آره آقا خریدار که دارن میان، اونا هاشن. ترس تو وجود من کو کجا؟ شده یارو رفته زمین و آب شده. آها نفت گشت. ننه نقله کجا رفتی؟ سرمو گل مالیدی، مگه گیرم نیافتی؟ خب بچه ها، حالا سرود ای ایران حرکت میکنیم و میخونیم. 1 2. ای ایران ای مرز پرتغال، ای خاکت انگار یه چیز تکون خورد. شما دیگه اینجا چیکار میکنی؟ اگه 2 دقیقه دیرتر دیده بودمتون، الان ریق رحمت رو سر کشیده بودین. من خرم اینم، تو رو میدونم تو خری، خیلی هم خری. ولی اون که کنارته کیه؟ من نه معروف به ننه نقلی، ساکن جنگل شادی. ببخشید شما. من نمیبینی شکارچی هم دیگه. عجب، پس این حیوانای بیچاره رو تو میکشی؟ اگه یکی تو رو بکشه خوشت میاد؟ حالا که کسی من نکشته که خوشم بیاد یا نه، ولی تا زمانی که این خوشگله رو دارم کسی جرأت نمیکنه تلنگری هم به من بزنه. شیرفهم شد. وای شیر سلطان جنگلی اگه بفهمه مگه چی میخواد باشه؟ به قول خودت 2 ثانیه ریق رحمت سر میکشی. چخی نکن نه.
مگه ما شوخی داریم با شما؟ از ما گفتم بود. باش فکرشو میکنم. با اجازه محکم میشینن نقلی که رفتی حاضری؟ نه البته یعنی رد کنم شکمو بگیم. میگم تو میتونی به جای شکار کشاورزی بکنی. خدا نگهدار. لطف زیاده. کجایی؟ کنده خرو دیگه. الاغ جون الاغ جون الاغ قد تو قربون الاغ بانزن و ما رو به عروسی برسون. الاغ 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 جون الاغ 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 ننه نقلی بیرزن خوب اومدی. چند روز تاب آوردم خوب غذا نخوردم. چند روز تاب آوردم خوب غذا نخوردم. بیا غذای من شو گوشت شکار من شو. بیا غذای من شو گوشت شکار من شو. چند روز تاب آوردم خوب غذا نخوردم. بیا غذای من شو گوشت. بیا دیگه بیا عزیزم بیا. یه کاری بکن این ما رو کجا داری میبری؟ بیا برات ترانه بخونم. من رو بادم و زرنگم. من برای جوجه و خروس میشنگم. از همه سرم هیله گرم کلاه نمیره به سرم. از همه سرم هیله گرم کلاه نمیره به سرم. ننه نقلی و این خره رو حالشو به خوردن میبرم. ننه نقلی و این خره رو حالشو به خوردن میبرم. من رو باهم و زرنگم. من برای جوجه با خروس میشنگم. من رو باهم و زرنگم. من برای جوجه با خروس میشنگم. از همه سرم هیله گرم کلاه نمیره به سرم. ننه نقلی و این خره رو حالشو به خوردن میبرم. ننه نقلی و این خره رو حالشو به خوردن میبرم. یه جنابیم. دیدی آخر میر افتادی؟ دیدی آخر نگران نباش مگه من موردم. تفلی از دست تو که کاری نگو لطفاً دست بکنه زیر پالونم. تو هم شوخی گرفته مگه نمیخوای نجات پیدا بکنی؟ چرا؟ پس دسته بکن زیر پالونم. یه اسلحه سرد دارم اونو در بیار تا سپس بگم چی کار بکنی. باشه قیلی قیله کمی نگی. خنده خرانم میگیره. آره نه انگاری دستم خودشه با همون تناب ببر دیگه. همون خود اسلحه سردی منه. ببر تناف ببر تا از این بند راحت بشیم. یکی را که در بند یکی را که در بند مینیم خنده. چه روزی به روزگارم بخندند خرانی مثل منده. بریم حاضری محکم بشیم. تیریگام یا اشتباه شد. حاضری حالا؟ ساکتی باش.
برم. برو چار اینم نکن کن. خود عروسی. اینم کن. دیله کمی ندی، خنده خرانم میگیره. خب بچه های خوبم، بالاخره ننه نقلی به هر ترفندی بود خودش رسوند به عروسی و اما عروسی آقا اسکو بچه ها سلام. من ارموز اومدم به عشق ننه نقلی به عنوان کادو یه چشمه، یه کاری، یه نمایش براتون اجرا بکنم. سلام. الهی خوشبخت بشی. بچه ها به افتخار عروسی دومات یه دست محکم بزنید. بیشتر دست بزنید. سلام داداش هستی؟ مالکم کو؟ هوی جا بود، هوی دور ورا بود جا. همینجاست. حرفتو کجا؟ اجازه ببینم. سلام علیکم. سلام علیکم. یه دست بده ببینیم. دست بده. باشه طلبت. دست نداد. حالا ایبی نداره دیگه. بگونم. نکنم چه رفتی بقله مردم بلنش خجالت. اینجا چی کار میکنی؟ تو که جات اینجا نیست بچه، بلند شو. خجالت بکش. ببخشین میدونی آخه نرم بود، یه خود تکیه دادم. جای بلند شو ببینم. کجا ببینم؟ من کجا؟ اینجا آقا جون برو. کجاست؟ اونا کیه؟ حرف بزن. سلام. الهی که به پای هم بزرگ شین. تبریک میگم. به تا دست بزن. ایشالله که غم آخرتون باشه. تبریک یعنی آخرتون. گفتم ببخشین ها، من حواس. بفرمایید خواهرتون اومدن آقا هستی؟ چی بخواه که بگو بینم؟ من که حرف بگو بینم. ببخشید بگونم چی؟ یه چی؟ سلام. حالا ببخشید آقا اسی، میگم آقا اسی، ببخشید آقا اسی، اجازه میدین من 2 کلمه باهاتون حرف بزنم؟
چی بخواه بگی بنال؟ ببخشید دست شما درد نکنه. خواستم بهتون بگم که میخواستم بگم که چیزه چیه چیز؟ الان که اینجا عروسیه. خب منم به قولم عمل کردم، به 4 و 3 سالم رسوندمشون اینجا. میخواستم اگه اجازه بدین من و مربا خانوم چی گفتی رشید؟ گفتم عسل خانوم. شما عسلین، منم کرم و عسل. ببین من با خواهرت اینو بگم، از نظر اخلاقی موردی نداریم. خب با هم تفاهم داریم، ولی از نظر وزنی با هم تفاهم نداریم. اگه اجازه بدین عصبانی نشین، هی اینو تکون ندین. آره داشتم اینو بهتون میگفتم. حالا چی؟ حالا میخواستم اگه اجازه بدین اینو اینقدر نتکن، من حساسیت دارم. خب باریکالله، اینو ببند به کمرت. من میخواستم بگم که اگه اجازه بدین با خواهر ازدواج کنه. بله. تو بخواه ازدواج کنی نکبتی. نگو نزن جونی، نزن بابا، اینو بذار تو جیبت، من خواهرتو نمیسونم. ببخشید هیچی ببخشید. حالا اگه اجازه بدین ما ازدواج کنیم، یعنی عروسی کنیم. ببینم راجب مریه چی گفتم، یادته؟ راجب مریه؟ یادم اومد. گفته بودین که هم وزن خواهرم باید سکه بخری. خب خریدی؟ نه بابا، کجا خریدم؟ آخه ماشاءالله خواهرتون روز به روز وزنش زیادتر میشی. اگه آقا رشید الان چی گفتی تو؟ وزن آقا اصیل. ماشاءالله ببینش. آقا داداش تو که میبینم و یاد منار جنبو میفته. نزن اینو ببندش، اجازه بدین من براتون. بلش کن. بله داشتم براتون میگفتم. ببینین آخه ماشاءالله گفتم که وزنش هی دارد میرد بالا، قیمت سکم هی میرد بالا. آخه من چه خاکی به سرم کنم؟ چرا سکم میره بالا؟ میگم میشه به جای وزن خواهرتون اندازه وزن خودتون سکه بخرم؟ یعنی چقدر میشه؟ 1 ربع سکه. ارزش من 1 ربع سکه. ببینین هرچی فکرشو میکنم میبینم 1 ربع سکم اضافیه. 2 دست میدم. نزن این دست نده، من حساسیت دارم. نکنم شما که باز اینجا اومدی، شما که جادی اینجا نیستش که پسر جان. بابا جون من، شما سد معبر کرده. ببخشید شما داشتین پذیرایی میکردید. معذرت میخوام. بلند شد. ببخشید بچه مواظب این سعید باشین، بچه خیلی خوبی است، اذیتش نکنین ها، مبادا یه مو از سرش کم بشه یا زیاد بشه. درسته؟ آها عروس هم که اونجا سعید عروس کنم.
خب دوستان عزیزم بسیار محترم، اینطور که بنده رویت میگونم ننه نوله یه جورایی، حالا چه جورایی رفته توی یه چیزی، حالا چه چیزی رو بالا نمیدونم، یعنی میدونم که درست نمیدونم، حالا به گوشم سرکار بفرمایید. اگه دروغ گفته باشی جناب حق باز دمدراز، حسابتو حساب. بله راست میگه، اگه خالی بسته باشه با یه مشت حالت جا میارم، فهمیدی؟ حالا واسه اینکه حالت گرفته نشه سعی کن به ما کلک نزنه. خیالتون تخت اگه از دستتون نره. نون حلال خوردن چقدر ای خود عوضش لاغر میشیم. تو کی هستی؟ منم دیگه شکارچی. مگه کدو هم حرف میزنه؟ من ننه نقلی هم دیگه، یادت شکارچی؟ آره یادمه، خیلی خوبم یادمه. دیگه از دست شیر و گرگ و پلنگ و روبا رفتم این تو. من نقلی، من دیگه اصلا شکار نمی کنم. تفنگم هم گشتم خونه، گل میخ دارم کشاورزی میکنم. آفرین به تو شکارچی. حالا لطفا بیا جلو، هلم بده، ولم بده، یه دست بزن ولم دست ننه نقلی، هلت میدم، دست میزنم و گلت میدم. تو چی هستی؟ هستی که اومدی آرامش سلطان جنگل به هم زدی؟ ببینم کی هستی؟ بلند شو ببینم. باشو ببینم چند مرد حلاجی. منم کدوی قلقل زن. کدوی قلقل زن؟ ندیدی یه پیر زن، یه زن عصا زنون، هیکلش مثل کمون، صورتش مثل هلو، دست و پاهاش کوچولو. ندیدی؟ آقای شیر دم کمن، ندیدم یه پیر زن، والا ندیدم، بلا ندیدم، یه سنگ تخت ندیدم، یه جوز لغلق ندیدم، یه جون بغبغ ندیدم، یه عشق بغبغ ندیدم، یه زهر زغزغ ندیدم. حالا بی زحمت هلم بده، ولم بده، یه دست بزن ولم بده. باشه هلت میدم، ولت میدم، دست میزنم گلت میدم. ای دل غافل، روباه گفت که یه چیزی تو این کدو هست، نکنه این تو ما غافل شدیم. وایسه ببینم بی همین یاد. تو دیگه کی هستی؟ ننه نقلیه. ای جان من، این تو چه میکنی؟ حالا از دست این حیوانای بی معرفت به اجبار رفتم تو کدو. حالا بی زحمت چه کار بکنم؟ ولم بده، ولم بده، یه دست بزن ولم بده. هلت میدم و ولت میدم،
دست میزنم و غلط میدم. برو امید خدا به سلامت. کدوهای این دوره رو ببین. عشقت تو دیگه چی هستی؟ هر گردی گردو نیست ولی تو گردو نیستی، تو کدویی ها؟ خب ایش خبر ارتنا خود چی؟ حالا ببینیم چی اینجور قایم شده. خب کدوی قلقل زن ندیدی یه پیر زن اینجا همه دور برا تو کوچه های اونورا داخل جنگل تو چمن ندیده ای یه پیر زن؟ هیکلش استخونی رفته بوده به مهمونی، مرغ فسنجون بخوره بره بریون بخوره تا چاق و گوشتالو بشه پروار و چاقالو بشه بعدش بیار خدمت من گوشتش بشه قسمت من. الهی خودشه؟ آقا گرگ نازنی بی خودی کردی کنی، من کدو قلقل زن ندیدم یه پیر زن، والا ندیدم چیلا ندیدم، به سنگ تق تق ندیدم، به دوز لق لق ندیدم، به سگ بق بق ندیدم، به زهر زق زق ندیدم، به جون بق بق ندیدم. حالا بی زحمت حلم بده دلم بده یه دست بزن دلم بده. باش اشکالی نداره، فریب میخوریم این دفعه من فریب بخوریم، چه اشکالی داره؟ حلت بدین دلت بدین ها حلت بدین، ولی نگی یارو خر بود نفهمیده. راست خرت کجا؟ حالش خوبه؟ برو پی کارت، برو بینیم بابا جون، برو به سلامت. تو دست خوردیم. آها این نفس که سب کنم کجا با این عجله انگار زنجیر پره کردی اره. آهای کدو قلقلت زن بینم توی اون پیرزن با چشاوی بادومی با موهای گندومی لچکی داشت به سرش چادری بر کمرش قامتش مثل کمون نکنه توی همون. آره یا نه؟ ای پلنگ دم دراز پل داره گردن فراز، مرگ تو به جون من ندیدم به پیر زن، کلا ندیدم دل ندیدم، به سنگ تق تق ندیدم، به جوز لق لق ندیدم، به جون بق بق ندیدم، به سگ تق تق ندیدم، به زهر زق زق ندیدم. حالا بی زحمت حلم بده دلم بده یه دست بزن دلم بده. اما چاکر بارها شنیدم تو قصه ها که ننه نقلی همیشه تو کدو قایم میشه، نکنه تو اون توی ها؟ آره اون توی؟ اما نه اون توی چیکار میکنی؟ اما رسم لوتیگری کجا رفته؟ جهنم. حیف این هیکل که بدخواه نداره، یک کت دو کت سه کت اینم کلا درست شد. تمرین بکنیم جاهلی یا گلوتی هم بنده میگن آقا تو هم نگاه کن من جاهلم من جاهل ردم دیری ریم تیم دیری را لای لای. ای بابا چیکار کردی؟ جاهلو خراب کردی که. چی ها؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ چی میخوای؟
تو خجالت نمیکشی جهان پنچر میکنی؟ ولی بیبرفت ولی بزنم. من نقلیم. ننه نقلی اینجا چگاه من اون تو چه رفتی؟ حکایتش مفصله بعدم برات میگم. ولی میشه یه کاری برام بکنی؟ مثلا چیکار کنم؟ پاتو برداری من برم. پامو بردارم تو بری؟ آره. تو میتونی بری پا داری. خب بیبارو بازم چه اومدی تا اینجا که نمیتونی بری. قلم بده قلم یه دست بزن قلم. چشم. چی میگه یارو؟ میگه هلت میدم ولت میدم دست میزنم کلت میدم. برو ببینم چیکار میکنی. برو خوش باش. برو کجا میری؟ تو به منش یا نه؟ آقا رشید ببخشید خنده داره. بابا ازت میخوام سوال کنم. بفرما. تو میدونی ادامه قصه ننه نقلی چی میشه؟ ادامه؟ بابا ننه نقلی رو خورد؟ نه یعنی نمیتونه بخوره. پس چی میشه خاله مربی؟ بچه‌ها از اونجایی که ننه نقلی خیلی باهوش بود، همینجور که تو کدو بود داشت نقشه میکشید. بعد روباه چی کار کرد؟ روباه تا کدو رو دید جلوشو نگه داشت. ننه نقلی کجایی؟ آقا خره کجایی؟ خب ننه نقلی جون، بعد سر تمام حیونا کلا گذاشتم. آقا گرگه، پلنگه، آقا شیره. یادته که تو یکی نمیتونی سر من گول ببانی. حالا ببینم ببینم. میخوام یه لقمه چپت کنم. ببینی جهان من. ببینم حرف گوش نمیدی. بیم خوب اومدی. خب ننه نقلی جون، خوشحالم که به وعدت وفا کردی. چقدر مناسب شیکم منی. خوردنیه. تنها به وعده وفا کردم آقا روباهه، بلکه برات مرغ و جوجم آوردم. جوجه هایم جوجه هایم جوجه هایم جوجه های زیبای من از تو بهتر. جوجه هایم جوجه هایم. پس کو ننه نقلی جوجه ها کو؟ اینهاش جوجه داخل کدوه. برو تو در بیا. برو ببینم. چیکار داری میکنی ننه؟ درشو نذاری. ننه جون ننه نقلی. بیای. یک دو. روباه توی بندو ببین. روباه توی بندو ببین. اول خودت خیلی خوب بچه ها، حالا آماده باشین نوبتی کدوه. خب بچه ها حالش بدید. یک دو. خلاصه و ختم کلو، قصه ما هم شد تموم. لبای شما خندون باشه، دلاتونم شادون باشه. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید، اما ننه نقلی ما به خونش رسید.